سلام رفقا، خوش اومدیم به ویدیو یوتیوبر شدن با فرزاد. اولش بگم که زنگوله نوتیفیکیشن رو بزنید روی آل یا بزنید روی همه که هر وقت ویدیو گذاشتم یوتیوب بهتون خبر بده که فرزاد تریاکی ویدیو گذاشته. و همینطور باید خوب بدونید این ویدیو رو باید تا آخر ببینین یا لایکش کنین. بچه‌ها اسپانسر اگه میدونین پیدا کنین لطفاً، و اگه خودتون هم هستین بیاین دیگه. این ویدیو اومدیم برای چیکار؟ بگم که بچه‌ها من بند وقت شدم دیگه، نمیتونم ویدیوهای کوچیک بسازم چون فقط 2 تا سابسکرایب دارم و 75 الی 73 تا ویدیو ساختم، ویدیوهای کوچیک، و همین داره به یوتیوب میگه که خب این سابقهش خیلی کمه، نمیتونه و باید سابقهش رو زیاد کنه. پس بچه‌ها لایک کنید تا من بتونم ویدیوهای فن خفنی واسهتون بسازم و بریم سراغ ویدیو. Let's go. خیلی خوب بچه‌ها ببینید بعدیش همینجاست در واقع که کاری که من اتفاق برام افتاده مثلا براتون بیفته. مثلا ما حساب میکنیم که شما یه چنل یوتیوب داریم یا خدا من همینجوری اتفاقی یه چنل یوتیوب داریم، سابقه آقا مغزم دیگه سابقه‌تون خیلی بده، مثلا 2 تا سابسکرایب دارین یا 3 تا ویدیوی بلند ساختین، ولی 180 مثلا 73 تا ویدیوی بلند ویدیوی کوتاه دارین و ساختین که واقعا چیز بزرگه. ولی یوتیوب میگه چون سابقه ندارین نمیتونین دوباره یا دیگه بسازین. اینجاست که ما وارد عمل میشیم، یعنی میریم و اونقدر سعی میکنیم سابسکرایب جمع کنیم تا یوتیوب بگه غلط کردم آقا، خوردم این کار کردم. مثلا بچه اینو میبینی اوسط بچه من فکر نمیکردم جیر بخوره. بچه من فکر نمیکردم پشتکش پرشه، واقعا جیر خوردی. بچه چیز ترسناک این عروسکم اینجاست، عروسک خواهرم اینجاست که اینو ببین، خدایی اینو ببین. خیلی خوب بچه بریم سراغ ویدیو. خلاصه باید بهتون بگم یوتیوبر شدن خیلی سخته. مثلا شما اگه پول داشته باشین نیاز به اسپانسر نداریم، ولی اگه پول نداشته باشین و فقط با کمک اسپانسر بتونین، حتی نمیتونین همین یکی هم به دست بیارین، همین سیم هدفون که بچه من خودم هم دنبال اسپانسرم که بریم ببینیم چی میشه. آقا من میگم این ویدیو این پارت اولین پارتش باشه و دیگه نسازم. حالا اگه میخوان بسازم ولی خب چیزای زیاد من نمیدونم. حالا بریم بچه ها، هر چقدر درآمدزایی در یوتیوب بچه ها، من خودم که قفله فقط با تبلیغ میتونم این کار بکنم ولی با شما میگم بچه ها باید استودیو یوتیوب رو نصب کنین و مکانتون رو انتخاب کنین و وقتی مکانتون رو انتخاب کردید دیگه راحت میتونید کار شروع کنین، یعنی کار شروع میکنین. ولی مثلا بحث داره، مثلا هر 400 تا بازدید یا هر چند تا لایک مثلا $0.5 اینا بستگی داره. مثلا اگه بحث سیاسی در میون باشه مثل BBC و اینا که چنل یوتیوب دارن در مورد چیزای سیاسی حرف بزنین، خب پول زیادی میگین، یعنی $1 در ماه یا در هفته حتی یا در روز حتی $2 $3 اینا میگیرین، زیادیش $1. ولی اگه در مورد مسائل فان خنده‌دار مثل من خودم مسائل مثل چیز انتخاب کردم، فان خنده‌دار و اینا، و بیشتر سمت چیز سیاسی نرفتم تا حالا که بگم مثلا جنگ شده و اینا. بعدش اگه مثل من فان و اینا باشین ماهیانه $0.5 یا هر هفته $0.5 و اینا به دست میارین که پول خیلی زیادی نیست. حالا حداقل الان نیست، من الان نمیدونم، الان دارم این ویدیو رو ضبط میکنم دلار چنده، شاید وقتی شما ببینین دلار خیلی بره بالاتر. الان احساس میکنم $0.5 بچه 45,000 تومنه که اگه هر روز شما اینقدر پول بگیرین پول زیادیه. مثلا فکر کنم بریم بچه جالبیش هم همینجاست که شما میتونین پول زیادی بگیرین بدون کار. مثلا من خودم ولی
خیلی ها مثل خودم بلد نیستن درآمدزایی رو فعال کنن، چون تو استودیو یوتیوب واسه ما ایرانی ها قفله. میایم چیکار میکنیم؟ میایم از تبلیغ پول در میاریم. یعنی شما واسه اینکه پول در بیاریم باید خیلی مثل اینستا رو که میبینین، اینم همون یوتیوبه. خیلیاتون حتما تو اینستا دیدید که میرن تبلیغ میکنن و پول میگیرن، اینم همونه. و اگه بازدیداتون و سابسکرایبراتون بچه خیلی بالا بره، حتی ممکنه واسه هر تبلیغ 50 میلیون یا 1 تومن اینا بگیرید، که واقعا چیز زیادیه. خودتون دیگه حساب کنین، فکر کن هر ماه 50 میلیون میگیری یا هر روز 50 میلیون، راحت میتونید 2 روز یه PS5 بگیری، یا تو 2 ماه 2 هفته میتونید یه PS5 بگیری. که من خودم هم دارم یه چالش انجام میدم. ولی خب من خودم فعلا من دو سابسکرایب دارم. من اینجوری مثل موشک RPG نرفته بالا، یعنی این مدت بچه رفته بود بالا اینجوری باش اینجوری. الان رو قسمت 2، نمیدونم چطور بگم. ولی خب ما از این جور آدماش نیستیم که مثلا بگیم چون اول مهره و مدرسه شروع شده ما اصلا نمیذاریم. چون خودم به بنده میرم کلاس 5 و باید برم، نمیتونم نباشم، نمیتونم غیبت کنم زیاد، برای همین هستم. یعنی تا بیشتر وقتا هستم. بچه من چیکار کردم؟ بچه یه لحظه، من بچه در مورد این نظرتون چیه؟ این خشتک اشتراخ بود، اینو تا کردم توش. بیبی بنده خدا داره میمیره، او خدا او خدا او خدا او خدا. ما اعتراض داریم، خشتک نیاز داریم. بندریم خوجی پیشنوشش. خلاصه داشتم میگفتم. بله خلاصه اگه چیزای بدی تولید کنین یوتیوب ممکنه بیاد جلوتون بده. بچه هیچ وقت نذارین یوتیوب بفهمه شما ایرانی هستید. یعنی منظورم اینه که کار کنید یوتیوب چیز بشه، مثلا فیلتر شکنتون همیشه فعال باشه. اینا مثلا اینو ببینید، نمیدونم با چی هم نشونتون بدم. موزه اسپانسر و تبلیغ. مثلا من خودم هدفم از باز کردن یوتیوب شاد کردن همه مردم بود. تو داخل توضیحات کانالم هم نوشتم. ولی یک وقتی فهمیدم یه همچین پول گنده میشه در آورد، 2 تا هدف داشتم: شاد کردن مردم، پول در آوردن. همین. چون بچه‌ها واقعا باید درک کنید سر کار رفتن واسه یه آدم ایرانی یا یه جوون ایرانی مثل فوش ناموسه. چون عمرن بتونین این کار رو انجام بدین، انقدر سخته که جیر میخورین. پس بچه صبح کنین تا بتونم یه اسپانسر خوب پیدا کنم، خوب تبلیغ کنم. اینا واقعا هم ازتون ممنونم که بتونم یه کار کنیم. من واقعا فقط هم یه جور میشه. یعنی مثلا شما این ویدیو رو دیدین، بفرستین برای یکی از دوستاتون که اونم ببینه. مثلا بزنید رو دکمه پایین اشتراک گذاری میاد واسه یکی از دوستاتون، حالا هر کی دوست دارین بفرستین. خیلی خوب بچه تموش. این بود از فیلم و ویدیویی که به شما میگفت تو یوتیوب چیکار کنین. درد و دل من و شما بود و میدونم درک میکنید که باید حتما ساب کنید، این ویدیو رو اشتراک گذاری کنید که من بتونم یه اسپانسر پیدا کنم، یا اگه خودتون میتونید پیدا کنید. بله همین بود. خوشی احساس میکنم خیلی خلافم بد شده. فکرم قطعش کردم. بچه خدافظ.